توی کشمیر که جوانو ما جو بینی و کوره و یا بزرگو یا سی قربانی دید ولی از پرسو ایران کسی ات غیور قوم است و چه یه نظریه که آشتای مطلقه انا فتحنا فتحا مبینا ای دست گیرا ای چشم بی یه حس خیلی خوبی به آدم دست میده که وقتی میبینه که کسایی که ممکنه وضع مالی خیلی خوبی هم نداشته باشن توی راه به جهاد و برای این قیام کمک میکنن به مردم. این فیلم رو اتفاقا دیدم و هم اشک شوق ریختیم هم خیلی خوشحال شدیم که که هندی ولی از ایران داره دفاع میکنه واقعا بهترین چیزی که ایشون میتونه بگه. نشون میده که ما تو سراسر دنیا ملت ها بیدار شدن. اینه که خیلی ممنونم ازشون و حتما خدا جوابشون رو چندین برابر بهشون میده. ما همه خوشحالیم از اینکه کشمیری ها رو به عنوان ایران کوچک صدا میزنن. جای هستید که برای امام زمان دارید جهاد مالی میکنید. زمینه ظهور امام زمان آماده بشه انشالله. و ما ممنون همه جوانان، مردم، پیرزن مردم کشمیر هستیم که اینجوری دارن زحمت میکشن. ان شاءالله که ممنونیم از همه مردم کشمیر.